عزیز در ادامه کار که من پایه اون چراغ قبلی رو زدم، اینجا می‌خواستم دو تا از همین پایه‌هام نور تعبیه کنم و دو تا پایه‌ام تعبیه کنم توی این باغچه این قسمت منزل بسازم و درست بکنم. خواستم این طریقه لوله کشیشم به شما نشون بدم. من لوله برقم و سیم کشی برقم رو تا اینجا آورده بودم. حالا ادامه‌شو باید بیارم و لوله رو بخوابونم روی زمین و بیارمش جلو و از لای این گلا ردش بکنم و بیارم اینجا در این قسمت و پایه چراغ من یه زانوی سرش میخوره، سر لولم یه زانوی میخوره و پایه چراغ من اینجا تعبیه میشه که من دوباره یه مثلثی اینجا باید درست بکنم با سیمان و پایه چراغ من اینجا میخوره که موقعی که شب روشن میکنم لای گلاب و اینا منظره قشنگی به من بده. خواستم حالا روند کارو به شما نشون بدم که باید توی این مسیر من یه حفره ایجاد بکنم، زمین رو بکنم با بیلچه و سیم لولمون تو که قبلا سیم برقمو توش کشیدم کار گذاشتم با فنر رد بکردم که توضیحشو واسه شما بعداً میدم. لولمو توی اون حفره بخوابونم، روش سیمان بریزم و به این زانویی که میرسم یه مثلثی سیمانی درست بکنم و ادامه کار انجام بدم. خواستم فقط اول به شما نشون بدم که لوله برق من تا اینجا اومده بود، سیمم از توش رد شده بود. حالا اون حفره رو که میخوام بکنم به شما نشون میدم که یه حفره میکنم و میام تا اینجا لوله رو توی این زمین اینجا خوابونده بودم و روشم سیمان کردم، روشم خاک ریختم. حالا ادامه لوله رو توی باغچه میخوام رد بکنم. زیر لوله رو خالی میکنم و با بیلچه‌ای که دارم سعی میکنم یه حفره دراز ایجاد بکنم. سعی کنید زیادم گودش نکنید، زیادم کم عمق نباشه. یه عمقی به شما بده که لوله رو بخوابونید روشم سیمان بریزید. سیمانم به این دلیل دوستانی هستن که جاهایی تو باغچه کار میکنن فقط خاک میریزن، ولی من برای محکم کاری چون تجربه خودم قبلا بوده سیمان ریختم محکم شده و چون توی باغچه موقع آدم میخواد گل بکاره، کارهای دیگه انجام بدین، شاید کسی بخواد برای شما گلی بکاره، بچه‌ها خبر نداشته باشن، اگر بیل یا بیلچه میزنن اون سیمان باعث میشه که لوله شما نشکنه یا سوراخ نشه. من سعی میکنم این نهرمو بکنم، گودش بکنم و مثل یه راه بکشم برم تا اون جلو، برای اینکه وقتی شما گرفته نشه یا اون راهیو که می‌خواستم برای لوله گذاری بکنم کندم. سعی کردم زیاد گود نباشه که ملات زیاد بخواد ببره و زیادم سطحی نباشه که بخواد روی زمین قرار بگیره و برجسته بشه. خودتون میتونید اندازه بگیرین که چقدر بعد گودش بکنید. من دو تا لوله داشتم، این سنگو گذاشتم که فقط بتونم جای لوله هامو تنظیم بکنم، لوله هام تکون نخوره چون وزن سنگینه، چون این لوله ها به سمت بالا میان. اینو گذاشتم روش نگهش داره. این لوله های من اینجا اومدن، یه دونه انشابش گرفتم برای اینجا که نشونتون دادم که اینجا سر سیم منه که میخواد پایه بخوره و یه دونم دوره از این طرف انشاب گرفتم که برای اون قسمت میخواد بره که دارم سیم کشیش میکنم برای ادامه کار که باز نشونتون خواهم داد که روی اینجا سیمان میریزم و این تمام این شیارا رو با سیمان پر میکنم. دارین میبینین عمقش هم چقدره به اندازه که فقط لوله رو بتونم توش قرار بدم و روش دوره ملات جدیدمو که دارم درست میکنم برای روی لوله هایی که برای برق خوابوندم روی زمین روشون سیمان بریزم. بازم پودر قهوه‌ای که اضافه آورده بودم دورریزش رو دوباره ریختم توی سیمانم به خاطر اینکه پودر قهوه آب به خودش میگیره، اولا ملاتمو صفر میکنه، بعد چون آب به خودش میکشه جذب آبش خیلی زیاده باعث میشه که سیمان من یا بوتون ترک نخوره. این چیزی که من تجربه کردم، هیچ جایی هم نه ثابت شده نه کسی میتونه راجبش صحبت بکنه. بنده هیچ ادعایی راجب این ندارم، فقط چیزی که تجربه کردم خواستم با شما در میون بذارم که من از این بارها و بارها استفاده کردم و هر دفعه چیز خوبی به دست آوردم، ضرری نکردم. شما میتونید استفاده کنید. پودر قهوه میریزم داخل شنو، داخل سیمانم و قاطی میکنم. ملاتم که به دست اومد روی لوله هایی که ملات سیمانو ماستمو آماده کردم. یه مقدار شل بگیرید شما ملاتتون رو به خاطر اینکه روی لوله ها که ما می‌خوایم بریزیم زیر لوله هم بره. اگر صفر باشه فقط روی لوله قرار میگیره، ولی اگر این مقدار شل بگیرین بغلای لوله یعنی کامل، چون شله همه جای لوله رو به شکل خودش در میاره و کامل کاور میکنه کلو. یه مقدار از این با همین من به شما گفتم، حالا شما با هر وسیله‌ای که دارین، من با این سرتاسی که دارم آرومانو شروع می‌کنم روی لوله‌مو سیمان ریختن. اون جاهایی که سنگ گذاشتم می‌بینید سنگو الان بر نمی‌دارم، سعی می‌کنم جاهایی که آزاده رو فعلا سیمان می‌ریزم که روی لوله ها سنگین بشه، چون این لوله حالت فنری داره و بازی می‌کنه. سعی می‌کنم جاهایی که آزادن رو روشون سیمان بریزم، سیمان سنگینی بکنه، لوله ها رو به خودش نگه داره. بعد موقعی که سنگین شدن سعی می‌کنم سنگا رو بردارم. ببینید روی لوله ها سیمانو می‌ریزید. و یه موردی راجع به قهوه که من عرض کردم خدمتتون، مقدار قهوه‌ام نمیخواد خیلی زیاد باشه. ببینید الان توی این استانبولی من تقریبا نصف کف دست ریختم اون مقدار قهوه رو، نه که خیلی بخواد زیاد باشه. من بقیه واسه اینکه وقت شما رو نگیرم، بقیه روی لوله ها رو سیمانمو میریزم و همین صورت که دارین می‌بینید پر می‌کنم کامل پر می‌کنم میره جلو. یه نکته فنی داره که آخر کار خاک ریختم روی سیمان خیس و پر کردم. این راهش مشخصه که من این راهو پر کردم و الان این قسمتم یه مقدار سیمان کم آورده بودم. عرض کردم خدمتتون سعی کنید همیشه ملات کم درست کنید، اگر کم آورید دوره درست می‌کنید، ولی زیاد درست نکنید که اضافه بیاد. الان اینجام سیمان ریختم تا سر لولم. اینم همزمان که الان خیسه که می‌بینید خاکو میریزم روش. اگه وقت شما گرفته نشه فقط نشونتون بدم خاکو میریزین، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. عرض کردم چیز علمی نیست، چیزی که بنده خودم تجربه کردم بارها هیچ مسئله‌ای هم پیش نیومده و خیلی سیمان خیلی بهتر خوش میشه. من البته فقط میخوام نشونه شما بدم که خاکو میریزین مشکلی پیش نمیاد. روی این خاکو میریزم، لوله رد کردم، سیمانو روش ریختم، داخل اون راهی که کشیده بودم سیمانو ریختم تا جایی که سر لوله بعد میاد بیرون برای پایش. و اون موردی که بهتون گفتم
میخوام عرض کنم خدمتتون، سیمان همین الان من ریختم، تازه است و خیسه. خیلی‌ها بر این مسئله معتقدن که میگن این سیمان باید هوا بخوره و خوش بشه و نباید الان خاک روش ریخته بشه، ولی من اینو از هیچ کسی نشیدم. میگم بی ادعا عرض می‌کنم خدمت شما، تجربه شخصی خودمه، چون انجام دادم و هیچ مشکلی هم پیش نیومده. همون موقع که سیمان خیسه، من خاکو میریزم روی سیمانم. خیلی‌ها میگن نباید این کارو بکنید به خاطر اینکه این گل باعث میشه سیمان خراب شه و ترک بخوره، ولی سیمان به خاطر اینکه روش یه حالت چربی داره، اصلا این خاک بهش نمیچسبه. من اینو همیشه توی کارام لحاظ کردم. هر جا که لوله انجام دادم، لوله کشیدم، اگر مورد برق بوده یا آب بوده، سیمانی که ریختم سری خاکمو ریختم روش. ببینید الانم سیمان من خیسه، یعنی نگاه کنید ببینید من همین الان اینو ریختم، سیمان خیسه، ولی خاکمو سری میریزم روش. دلیلش هم عرض میکنم خدمت شما، به این دلیل که سیمان موقعی که در معرض هوا قرار میگیره خوش میشه، خیلی سریع خوش میشه، ولی موقعی که من خاکمو میریزم روش، که من فقط میخوام به شما نشون بدم این مسئله رو، موقعی که من خاکمو میریزم روش، اولا اگر بارندگی باشه بارون نمیریزه، سیمان منو خراب نمیکنه. اگرم آفتاب باشه این خاک نمیذاره سیمان ترک بخوره و به سیمان اجازه میده هوا رو میگیره و آروم آروم سیمان خوش میشه و هیچ ترکی نمیخوره. من موقعی که این خوش بشه، فردا برای شما دوباره فیلم میگیرم یا تو ساعت‌های آینده که خوش بشه فیلم میگیرم، خاکو بالا میریزم که شما ببینید سیمان خوش شده، خاک بهش نچسبیده، گل خرابش نکرده و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. اینقدرم خوب خوش شده که رطوبت توش مونده تا چندین روز یا حتی بگم تا چندین ماه که بخواد خوش بشه. لوله جاش محفوظه، سیمان به آرومی خوش میشه و هیچ اتفاقی نمیفته و کارمون هم سریع جمع میشه. یعنی ما اینجا رو کندیم، سیمان رو ریختیم، سریع خاک رو ریختیم روش و خیلی مرتب. نمیگم پاروش بذارید، نه، جایی که این کارو کردید اصلا پاروش نذارید، ولی خاکو که میریزین سیمان خیلی بهتر خوش میشه. من بارها این کارو کردم، هیچ مشکلی نبوده. شاید اصلا خیلی از دوستان حرفه‌ای بگن این مسئله رده، ولی من انجام دادم، مشکلی هم نبوده و موقعی هم که خوش بشه خاکو میریزم بالا، نشونتون میدم که سیمان بدون اینکه به این خاک و گل بچسبه خوش شده و هیچ مشکلی هم نداشته و خیلی هم صفر شده. الان من خاکم هم همین الان که سیمانم خیس بود، خاکم رو ریختم روی کارم، الان ببینید اینجا میریزم دوباره. فقط برای اینکه وقت شما گرفته نشه خواستم این مسئله رو نشونتون بدم که سیمانم بهتون قول داده بودم که نشونتون بدم که خاکی که میریزیم روی سیمان، روی ملات سیمان، اون اتفاقی نمیفته. الان 24 ساعت گذشت از سیمانی که من ریخته بودم، الان خاکو میزنم کنار، شما ببینید سیمانی که زیر خاک ریختم هیچ مشکلی براش پیش نیومده و صفر شده. اجازه بدین من همون راهیو که سیمان کردم و نشونتون بدم. ببینید الان رسیدم به سیمان. ببینید این سیمانیه که من دیروز ریخته بودم. اگر نگاه بکنید، من سنگا رو کنار بزنم که بتونم بگیرم برای شما واضح. این سیمان منه، ببینید این سیمان سفته. ببینید این سیمانیه که من دیروز انجام دادم و اگر من حتی آب بیارم بشورم برای شما ببینید هیچ اتفاقی براش نیفتاده و سیمان سفت شده و محکم. این لوله برق منه و اینم سیمانیه که من ریختم. حتی خاک خرابش نکرده، گل خرابش نکرده، ترکی نخورده، هیچ مشکلی نداره و رطوبت هم توش مونده و همین رطوبتی که توش مونده باعث میشه که آروم آرومی رطوبت از توی سیمان خارج بشه و باعث محکم شدن سیمان بشه. حتی امکان داره زمان زیادی ببره تا این رطوبت خارج بشه و این به نفع سیمانه که هرچی دیرتر رطوبتش خارج بشه سیمان محکم‌تر میشه. ببینید خاک هرچی کنار میزنم، بقیه سیمانا هم که تو همون راهی که کشیدم، اگه من چون خاک زیادی روش ریختم، اگه همه رو کنار بزنم شما میبینید که چه سیمان سفتی شده. ببینید اصلا نه شکستنی، نه خراب شدنی، نه ترک خوردنی. ببینید این سیمانیه که من دیروز انجام دادم. خواستم نشونتون بدم که موقعی که یه جایی سیمان میکنید همون لحظه میتونید خاکو بریزید روش و سطحتون رو با خاک پر بکنید، هم کارتون زودتر انجام میشه، هم که سیمانتون بهتر شکل میگیره. من این کارو خاکو سری ریخته بودم روش، اینجا بود که اینجا رو میخوام بهتون نشون بدم چون اینجا مثلا سطحی تر بود. اینجا رو میخوام نشونتون بدم، شما ببینید این سیمانیه که من دیروز کردم و خاکو سری ریختم روش. ببینید این سیمانیه که من دیروز انجام دادم، ببینید خودتون سطح سیمانو. این سیمانیه که من دیروز روی لولم ریختم. لولم از اینجا که رد شده بود، سیمان ریختم روش و سری خاک ریختم روش. خودتون ببینید چقدر صفر شده و اصلا نه ترک خورده نه خراب شده. این سطح سیمان منه، به قدری قشنگ صفر شده و محکم شده که حتی شاید اگر من خاک نمیریختم اینقدر قشنگ صفر نمیشد، چون رطوبت توی سیمان موند و به آرومی و خیلی کم ازش رطوبت خارج شد و باعث صفر شدن بیشتر سیمانم شد. خواستم بهتون بگم که خاکو که همون لحظه میرسین خیلی سیمانتون صفر میشه. اینو من تجربه کرده بودم بارها، خواستم به شما نشون بدم که خودتون ببینید این اتفاق افتاد که دوباره خاکو میریزم روش.